هارون رشید گفت عباس هم در جزایر نماینده هارون رشید عباس گفت که یا امیرالمؤمنین سه هارون رشید گفت و عباس آدم بسیار زیرک دانا بوده ولیش مونده و دامو جان یا روز آمد خبرگیری یا امیرالمؤمنین گفت همه پول تو شمشیر تایفه نگه داشتن سبب نگهداری تو راهبری انمو پول تایو انمو شمشیر تای بکار با پول کسانی را که تشکر میکنی یعنی بسیار که پول خطی علمایی که در طرف جمع میشه پول خطی بسیار بدرو با یراق با سیف با شمشیر کسی را که تکفران میکنه یعنی نابود شد جواب داد رشید سنی عباس ابن محمد اوکی من کافم در دنیا و فکر کنم غیر امیده چیز برای پادشاه امام استفاده نمید کسی شکر کرد اطراف در سو کسی کفران کرد میرشن شمشیر خطی در طرفش خیلی دولت دوره همین هست 33 در کاری دار همه او روز نمیگه همه او دروغ میگه این همی خود مونده حاضر هر کس با وقت جغجغ میکنه کو همه این روز نمیگه این بعد آدم باید که همه را گوش نکنه و عقد اهل حیله گوش میکنی علم داشته باشه عالم باشه حسد نداشته باشه کبر نداشته باشه غرور نداشته باشه وظیفه طلب نباشه